دنیای قصه. جک و لوبیای سحرآمیز. روزی روزگاری پسری به نام جک با مادرش در کلبه‌ای کوچک در مزرعه زندگی می‌کردند. تنها دارایی اونها یک گاو به اسم جنتل بود. جک هر روز صبح از خواب بیدار میشد، گاوشون رو میدوشید و شیر اون رو به بازار میبرد و میفروخت. اونها از طریق فروختن شیر گاو زندگیشون رو میگذروندن. زمستان اون سال خیلی سخت بود. این سرما باعث شده بود که بهار هیچ محصولی تو مزرعه رشد نکنه. گاو که غذایی برای خوردن نداشت هر روز ضعیف و ضعیفتر میشد و دیگه شیر نداشت. یه روز صبح مادر جک با ناراحتی به اون گفت دیگه نمیتونیم از جنتل مراقبت کنیم. باید اونو به بازار ببریم و بفروشیم. مادر به جک گفت پسر عزیزم، گاو رو به بازار ببر و اون رو به قیمت خوبی بفروش. جک طناب گاو رو گرفت و به سوی بازار به راه افتاد. تو راهی که میرفت پیرمردی به اونها رسید. از اون پرسید پسرم با این گاو قشنگ کجا میری؟ جک پاسخ داد میخواهم گاوم را به بازار ببرم و بفروشم، چون من و مادرم خیلی به پول احتیاج داریم. پیرمرد گفت من این گاو رو از تو میخرم، ولی به جای پول چند تا لوبیای سحرآمیز به تو میدم. شما با کاشتن این لوبیاها دیگه هیچ مشکلی نداری. پیرمرد ادامه داد و گفت تو با کمک این لوبیاها میتونی گنجی رو که خیلی وقت پیش یک غول بدجنس از من دزدیده بود پیدا کنی. اگه گنج رو پیدا کردی مال خوده. جک که خیلی دوست داشت مادرش رو خوشحال کنه پیشنهاد پیرمرد رو پذیرفت. گاو رو به پیرمرد داد و لوبیای سحرآمیز رو از اون گرفت و با خوشحالی به سمت خونه رفت تا این خبر خوش رو به مادرش بده. وقتی مادر دید جک به جای پول با یک مشت لوبیا به خونه برگشته خیلی عصبانی شد. فریاد زد برو تو اتاقت، به کاری که کردی فکر کن، امشب از شام هیچ خبری نیست. مادر با ناامیدی لوبیاها را از پنجره به بیرون پرتاب کرد. جک غمگین و ناراحت به اتاقش رفت و خوابید. صبح روز بعد وقتی از خواب بیدار شد خیلی تعجب کرد. دید نور مثل همیشه به داخل اتاقش نمیتابه. یه چیزی جلوی پنجره رشد کرده بود. اون رفت لب پنجره و ساقی یک لوبیای بزرگ رو دید. جک به لوبیا نگاه کرد اما نتونست نوک ساقی لوبیا رو ببینه. گفت لوبیاها واقعا سحرآمیز بودن. یاد حرفای پیرمرد افتاد. پیش خودش گفت حتما گنج اون بالاست. تصمیم گرفت از ساقه لوبیا بالا بره. پاشو روی اولین شاخه گذاشت و به بالا رفت تا به ابرها رسید. اونجا یک قصر زیبای اسرارآمیز بود. از ساقه لوبیا پایین اومد و به سمت قصر رفت. در زد. خانم بسیار بزرگی در رو باز کرد. جک مؤدبانه به زن سلام کرد و گفت ممکن است مقداری غذا به من بدهی؟ من خیلی خسته و گرسنه هستم. زن گفت چه پسر مؤدبی، بیا داخل قصر تا به تو غذا بدم، اما مواظب باش دیو بدجنس بیدار نشه. جک وارد آشپزخونه شد. در حال غذا خوردن بود که آشپزخونه شروع به لرزیدن کرد. زن گفت زود باش، بیا برو توی این کمد قایم شو تا وقتی بهت نگفتم بیرون نیا، چون آقا غوله بیدار شد. غول نعره زنان به سوی آشپزخونه اومد و گفت بوی آدمی زاد میاد، مرده یا زنده پیداش میکنم.
میخورمش. هیچ چیز خوشمزه تر از کباب انسان نیست. زن پاسخ داد نه، بوی همون گوشتاییه که از دیروز مونده بود. غول شروع به گشتن کرد اما پسر بچه رو پیدا نکرد. به زنش گفت برام غذا بیار. زن غذایی که آماده کرده بود رو روی میز گذاشت. غول شروع به خوردن غذا کرد. وقتی که غذاشو تموم کرد مشغول شمردن و بازی کردن با سکه های طلایش شد. کم کم خوابش گرفت و شروع به خور و پف کردن کرد. جک تمام این چیزها رو از مخفیگاهش دید. وقتی دید که غول خوابیده از مخفیگاهش بیرون اومد. به آرامی رفت و کیسه پر از سکه رو برداشت و از قصر بیرون اومد. به طرف ساقه لوبیا رفت و از ساقه لوبیا پایین اومد. وقتی به پایین رسید دید مادرش نگران منتظرشه. جک همه طلاها رو به مادرش داد و تمام ماجرا رو براش تعریف کرد. مادرش از اینکه این همه سکه‌های طلا به دست آورده بود و پسرش سالم بود خیلی خوشحال بود. چند روزی گذشت. دوباره جک از ساقه لوبیا بالا رفت و وارد قصر شد. دید دیو در حال استراحت کردنه. اون رفت و زیر میز قایم شد. غول از خواب بیدار شد. دوباره گفت بوی آدمی زاد میاد. مرده یا زنده پیداش میکنم و میخورمش. هیچ چیز خوشمزه تر از کباب انسان نیست چون خیلی خوشمزه و لذیذه. بعد شروع به گشتن کرد ولی هیچ پسر بچه‌ای رو پیدا نکرد. رفت و مرغی رو از قفس در آورد. به مرغ گفت همین الان تخم طلا بذار. مرغ یه تخم طلا گذاشت. غول تخم طلا رو برداشت و کنار تخم‌های طلای دیگه گذاشت. دوباره خوابید. جک تا دید غول خوابیده و دیگه خطری وجود نداره رفت و مرغ رو برداشت. سریع از ساقه لوبیا پایین اومد. بعد از رسیدن به خونه ماجرای مرغ رو برای مادرش تعریف کرد. اون مرغ رو روی میز گذاشت و گفت همین الان تخم طلا بذار. و مرغ یه تخم طلا گذاشت. مادر جک خیلی خوشحال شد از اینکه این همه تخم طلا به دست می آورده بودن. برای بار سوم جک دوباره از ساقه لوبیا بالا رفت. وارد قصر شد. اون دید غول داره با یه چنگ زیبا آهنگ می نوازه. رفت و زیر میز قایم شد. غول گفت بوی آدمی زاد میاد. مرده یا زنده پیداش میکنم و میخورمش. هیچ چیز خوشمزه تر از کباب انسان نیست چون خیلی خوشمزه و لذیذه. شروع به گشتن کرد اما جک رو پیدا نکرد. بعدش خسته شد و خوابید. همین لحظه جک چنگ جادویی رو برداشت و شروع به فرار کرد. جک فریاد زد ارباب به من کمک کن. یه پسر داره من رو میدزده. اون داره منو از شما دور میکنه. غول با صدای چنگ از خواب بیدار شد. تا جک رو دید گفت پس این تو بودی. کیسه طلای من و تخم طلای من رو دزدیدی. من به خاطر این کارهات میخواهم تنبیهت کنم. جک با تمام قدرت شروع به دویدن کرد. اون خیلی سریعتر از غول میدوید. تمام توانش رو گذاشت و از ساقه لوبیا پایین اومد. غول هم به دنبال جک از ساقه لوبیا شروع به پایین اومدن کرد. جک خیلی زود به پایین ساقه لوبیا رسید. رفت
داخل خونه یک تبر آورد و شروع به قطع کردن ساقه لوبیا کرد. ساقه قطع شد و غول به پایین افتاد. ساقه لوبیا روی غول افتاد و غول مرد. مادر جک همه اینها رو دید. خیلی ترسید. اون فهمید که اشتباه کرده و جلوی کارهای پسرش رو نگرفته، چون خیلی حریص شده بود. اون پسرش رو در آغوش گرفت و بهش گفت متاسفم که بهت اجازه دادم از ساقه اون لوبیا بالا بری. جک گفت مادر، من امروز درس بزرگی گرفتم. باید با کار کردن پول در آورد، نه با دزدی کردن. جک و مادرش تا آخر عمرشون زندگی راحت و شادی رو داشتن.